ښه ټیبل جوړو بیا مخکې ځو چې چی دی په دې کې به موږ څه واچوو میل فیمیل او جاب کې به هم موږ څه جوړ کړو لیست I will type next اوس به له دې نه فارم جوړ کړو ملټیپل آیټمز اول به دا جوړ کړو یکم خود شوی خب ایره هم یکم بالا رایت کلیک یکم رنگش تغییر میکنم سیو یک چند رکارد هم ثبت میکنم باز میگم میل خالد میل کمال فیمیل میل خب این خود تنها اینجا بود شما میتونید برای از دیزاین بیتی از خود کدام مشکل نیست شما این را میفهمید میایم امروز چی میباشه شما در چی در تیبل چی کار کرده بودی لیست یا لوکاپیزت و اینجا برای جو کامبو باکس گفته میتونی چی گفته میتونی کامبو باکس اگر کدام نفر سوال کنه که کامبو باکس چی معنی میده شما چی این کامبو باکس است این هم کامبو باکس است اگر شما پرسان شود که کامبو باکس چی معنی میده به خاطر چی است چی وقت استفاده شود جواب شما چی میباشه استاپ و انتر شود و با کدام وقت در کدام وقت باید استفاده شود وقتی که او معلوماتی که در کامبو باکس ثبت میکنی وقتی که او چی باشه لیمیتد باشه لیمیتد یعنی محدود وی بس نیست چارج شوی صحیح است ولی ما نمیتونیم که برای نامه ها کامبو باکس بگیرم چرا کی میفهمه کی است کی میه صحیح است خب این را غیر فعال میکنم صحیح است این کامبو باکس است چی است کامبو باکس این را ما میگیرم اینجا میارم اگر شما ببینید کامبو باکس جور شد پایین مگر دمی چیزی این چیزی نیست علی کامبو باکس هم قسم مثل که در تیبل بود از تیبل هم دمی معلومات ثبت کرده میتونی و خود هم نوشته کرده میتونی صحیح است از تیبل چی وقت دمی معلومات ثبت میشه وقتی که معلومات کامبو باکس تغییر پذیر باشه وقتی که او چی میخونه تغییر میشه و وقتی که خود دمی تایپ میکنی و چی وقتی که تغییر نمیخوره صحیح است بی شما چطور در کامبو باکس معلومات اضافه کرده یا اد کرده میتونید ما میخوام که در می کامبو باکس چی اد شود میل فیمیل اد شود چی اد شود میل فیمیل شما میتونید رایت کلیک بکنید اما پراپرتیش هست مثل که در تیبل بود در پراپرتی میں در دیتا میں آمیگا پاسیم تیبل کیوری در اونجا بود و اینجا هم هست اگر اینجا تیبل کیوری باشه شما باید از تیبل معلومات بیارید صحیح است و اگر اینجا چی باشه ویلیو لیست شما باید اینجا خود تایپ کنید که ما دمی چی میخوایم میل کاما فیمیل
صحیح ده؟ چرا ما خود تایپ کردیم؟ به خاطر که بدون از میل فیمیل دیگه چیز نمیاد میکنم کلش چی میشه. حالا کی را ما ران میکنیم اینا ببینید دمی چی آمد؟ میل و فیمیل آمد. خب اینجا این نام کامبو باکس هست ببینید اینا شما میتونید اینجا چی نوشته کنید؟ select gender. حالا ما اینجا تکست باکس میارم. دمی تکست باکس دو روز ما بر شما کار کرده بودیم که فرمول کار میتونید. حالی که شما کار میکنید دمی فرمول باید کار کنید. مگر اینجا ما حالی چی میکنم؟ مساوی if condition میکنم. چی میتونم؟ اگر کاوس ما میخوام که اگر دمی کامبو باکس میل بود شما اینجا ماش میل جمع کو برای ما نشان بدید. اگر دمی کامبو باکس ما فیمیل انتخاب کنم شما اینجا ماش چی؟ فیمیل. حالا شما باید نام ازی را ببینید که نام ازی کامبو باکس چی است. این کلیک میکنم در فرمت میایم اینجا نشان میده کامبو 17. خب حالا شما میتونید اینجا مساوی اگر کاوس کامبو 17 equal to quotation male quotation com اگر کم نمیتونم خویده میگه سر کم تینور سری خود پټوي بشتره تراوړم خو اگر د کمبو 17 اگه مساوی شو امرا چی د روټیشن کوم چې تور شو sum if false اگر false if false اگر gender equal to quotation male د روټیشن کوم salary کاما یک گپ خلاص شد اگر false کامبو 17 equal to quotation female quotation کاما چې تور شو sum false if false اگر gender equal to female quotation comma salary so یو دوا ریتلو پنځه شپږ حالا کی را ما رن میکنم هیچ چیزم جمع نکنه چرا که اینجا انتخاب نیست اگر شما اینجا میل انتخاب کنی خیر ایرور آمد او را جور میکنه مشکل نیست اگر اینجا شما فیمیل انتخاب کنی اینجا باید از فیمیل جمع کنه و اگر شما اینجا میل انتخاب کنی اینجا باید چی جمع کنه ایرور آمد خیر او را خو حال میشه ایرور خو اول میبینیم که ایرور در کدام جای است وقتی که یک فرمول ایرور میده اینطور نمیشه که کلش اثر از رو ببینید با شما باید ببینید که غلطی در کدام جای است اول ما یکیش کار میکنم اول یکیش کار میکنیم که کار میتونه نمیتونه equal to اگر کاوس کامبو 17 equal to male چطور شد sum کاوس if کاوس اگر gender equal to quotation male quotation comma salary یک دو سه انتر میکنم این اول میبینیم که آیا این کار میده یا نه میل کار داد مشکل نیست و اگر شما اینجا فیمیل انتخاب کنی نشان نمیده چرا که با فیمیل شما شرط نداری یعنی فرمول مشکل نمیده یا کدام کاوس ما اضافه داده بودم یا هرچی که بود یک مشکل صحیح است ولی باز میایم یک شرط دیگه میتونم ببینیم باز خوب مساوی اگر کاوس کامبو 17 equal to quotation male چطور شد sum کاوس if کاوس اگر جواب سوری gender equal to male quotation comma salary یک دو سه ای خلاص شد کاما اگر کاوس کامبو 17 equal to quotation female quotation comma sum کاوس if کاوس اگر gender equal to quotation female چی جمع کنیم ما یک دو سه انتر بالا اسکول دیگه بیا سوس یو منت یو دوان دره کاما سالری خسایی را کنید
قاموا خير وجوه property the data دلتا بس هي معلوم شي ولا كم ده شپږ دي تم درې دی درې جبل خیر بو صحیح شو التم بس اند ور سره راپا که فارمولا بل هم ور سره کار خارازو دلته یو ځل بیا یو ریکارډ کې انټر کوو چې آیا انټری زیاتې دي کنه نو فیمیل خالده منیجر 2000 روپۍ صحیح دی دا پښوخه میل او دا یا فیمیل نو تاسو کولای شئ چې همداسې لیست واخلئ یا موږ سم یک لیست بګیرئ کمبو باکس د موږ شما چې بیاري دا ټول وظیفې راوړئ چې منیجر ورته انتخاب کړي منیجر ماشه ته وښیي چې ډرایور انتخاب کړي ډرایور ماشه وښیي پوه نه شوم پوه نه شوم چې مطلب سره چې موږ یو بل کمانډ یو بل فټ کوو اول ته موږ میل انتخاب کوو ډایرکټ موږ ته میل راکوي یا ما کمانډ لکه موږ ټیبل کې سره کوي فټ کوو خدا غره کړه ام کو ام میل ته خو دا سمو غشان ده کنه دا یس کنه خو سوال هم شما فهمیدی ایره هم فهمیدی که دا چی کامبو باکس چی قسم کار ولی این چیز اگر برای شما مشکل باشه ما ایره درک میکنم ایره هم درک میکنم از لیست کار میگیرم از چی کار میگیرم لیست و کامبو باکس یک چیز بود در ٹیبل اما اینجا فرق میکنه خب این کامبو باکس بود و این هم چی است لیست باکس در لیست باکس باید چی قسم میبینید رایت کلیک میکنم اموک سه معلومات دمی جمع میشه ببینید پراپرتی دمی چی ویلیو لیست میل کامو فیلد این اموک سماش مگر اینجا اردویش چی است نشان میکنم در این ترکب هر کدام که شما انتخاب بکنید و چی است اینجا ضرورت نداره که شما کلیک بکنی انتخابش بکنی این نام از لیست است لیست 21 خب من این با برتن کار کنم که مساوی اگر کاش لیست 21 is equal to quotation mail quotation comma sum cost if cost اگر gender equal to quotation mail quotation comma salary cost and if cost agar list 21 is equal to female quotation comma sum cost if cost agar gender equal to quotation female quotation comma salary equal خب اینجا تنها کلیک میکنی نه پایین میای بالا داش کن خیلی نورده میل فیمیل ده آپشن میگه بس خلاص همین فرقش هست اینجا کلش نشان میده و اونجا شما باید یکی چی کنی انتخاب کنی صحیح است لیست باکس اینجا باید نشان بدم که در کدام جای است این لیست باکس است این ده لیست باکس خیالم دورتون هر کدام که خواهد این لیست باکس است این لیست باکس است دیگه ده لیست باکسونه دی بودی نه ټول لیست باکس
حالا اگر کما باکس می بود شما این کما باکس هست اینجا یک کماند یک نشان میده اینجا کلش نشان میده کدام که خوشتان میاد مش فرق فهمیدید این دمی زیاد کار برتان میکنم این تنها صرف مثال بود خب مثالا برتان میکنم که رو بفهمید دمی شارژر راستم دمی کد میشه علی کم چیزا جور میشه مثل که مالی برتان نشان دادم برامشان خب تنها چی است مثال است مثال باید بگید خب آخ لولی چی ده؟ ما ریکارد دا لیست دا یو چې ده دیغه نوم دی هغه لیست باکس نوم ده ټیکس باکس ورته ولیکو څه ده ټیکس باکس نه نه د لیست باکس نوم ده لیست نوم ده په کوم کې چې تا میل او فیمیل اچولی دي اوکې اوس راځو ټیکس باکس څنګه اډ کوو ښه دلته مونږه فارم جور کړی ده فارم یې جور کردیم اینجا دیزاین هم دادیم بسیار کار میکردیم مگر یک چیز مانده کمیشن هم باید اینجا می بود باید چی می بود؟ کمیشن شما چطور کار میتونی؟ خودش ببینید اول شما باید در تیبل کمیشن چی کنی؟ اد کنی ببینید COM کمیشن اینجا آمد در فارم آمدی در فارم اینجا دو چیز شما میبینید به دیتیل گفته میتونی ما براتون گفته بودم صحیح است؟ این ای دیتیلز و ای فارم فوتر در بین دیتیل و فارم فوتر هر چیز که بیاید وہ تکراری می آید اگر تکراری راځي چطور تکراری می آید ببین اینجا تنها سالری است وقتی که من رن میکنم چند بار تکرار شد مربوط به ریکارد ها چون تو ریکارد میشه چی میشه تکرار میشه ببینید باز و اگر بالا چیز بیاری همون یک چیز می باشه اگر پایین بیاری مثل که ما آوردم هم یک میه مگر در بین فارم فوتر و دیتیل هر چی که آوردی چی میشه تکرار میشه ببین اینجا ما تکست باکس میارم اینجا تکست باکس آوردم وقتی که ما رن میکنم اینه چما چیکه که چی است ریکارد است و مطابق ریکارد چی میشه تکرار میشه صحیح است خب علی شما در تیبل کالم اد کردی به نام چی کمیشن اینجا چطور آوردن میتونم این خودش تکست باکس است ببین چی است تکست باکس است همین تکست باکس ما میارم کلیک میکنم تکست باکس آمد ایرا پاک میکنم اینو نشست ایرا امراجو چی شد برابر شد مگر این همه امرایزو چیست وصل نیست علی ما موصل میکنم رایت کلیک میکنم در پروپرتی در کنترل سورس اینجا کدام کلم برش بگیری اوس دور سره وصل شد یعنی علی مرزو چی شد وصل شد حالا ببین شما میتونی بعد از عنوان هم بدید عنوان از کدام جای بتون شما بسیار خوب یعنی لیبل است کمیشن خلاص دیگه این ریکارد اتومات کدام جای است در تیبل است وصل سره وصل وصل فهمیدی باز من این دلیت میکنم از این فارم جور میکنم به این شکل ببینیم اون کمیشن هم همراهش آمد یکم اندازهش خوب خدا کنترل کنترل سره نه کنم نماز براکش تخلاص خب علی میای اینجا در چی در کمیشن هم میکسم فرموله میکنم ایف کندیشن این رو پاک میکنم مساوی اگر کاوس جندر ایکوال تو فیمیل کوتیشن کاما کمیشن 200 باشه کاما اگر کاوس جندر ایکوال تو کوتیشن میل کوتیشن کاما
کمیشن تان 400 باشه 1 2 چند اینجا ما چرا فرمولا داریم؟ ما گفتم که اگر اینجا میل باشه کمیشنش 200 باشه، اگر فیمیل باشه 200. چرا فرمولا دادیم؟ این خب امیتون میتونیم فکر اینجا یعنی 200 آمد پایین اگر میل انتخاب کنیم یعنی این خب خودی هم ما میتونیم که اینجا نوشته کنیم. چیز ضروری است که ما فرمول دادیم. چرا خب معلوم است بخاطر ما را گفته که با فیمیل 200 بدی با میل 400 بدی. برای ما معلوم است خودش اینجا کار کنه. مثلا برای باز وقت اگر ما فرمول هم میدادیم بعد همش باید تایپ میکردیم. حالا آسان شد. آسان شد. دیگه کدام تبدیل میکنیم میل یا فیمیل جندر تبدیل میکنیم. خب خیر آسان یکم سخت کار نیست کدام میل خو نیست که شما چی میکنید؟ میشه ریکارد زیاد باشه. نه ریکارد زیاد باشه انتر میکنی خودی 400 یک ثانیه وقت میگیره؟ نمیگیره. شما وصل مثل چه مشخص مشخص مثلا در مرکز نمی‌فهمم سرور داده سر جدول میگه شاه سیاسی خبرم داره گپ اصلی ازی است صحیح است حالا که یک نفر میاد مثلا اینجا تایپ میکنه میتونه فالس ده یعنی خود سر کار کردن نمیتونه هیچ کس چی که کامپیوتر گفته همون میشه حالا فهمیدی و آسان شو وقت ضایع نشه تو شو یعنی نیو ریکارد جندر میل است 400 فیکو از طرف کمپانی بر شما 400 تعیین شده ما برتان 4000 میتونم هیچ غمش نکن گول نکی اصلی خبرم دادن این فرمول فهمیدی که در فرمول باز تغییر خب این را هم فهمیدی دمی هم کدام مشکل نیست کلوز میکنم دیلیت میکنم کرید خوبش ببینی خب رول نمبر student name father name انگلیسی پشتو دری میس total marks marks percentage grade student BMC اول شما باید فارم خوب دیزاین کنید تو نه که تنها اڑیش کو خود دیزاین رو تو کنید خب خب این را یکم خود این رقم خود خب این جور شد اول میایم با فارم چی قسم رنگ بتم امی رنگ خیلی است باز میام امی عنوانه هایی که است عنوانه ها باید چی باشه سایزش کم کلان رنگش سیاه خب این را هم یکم انتخاب میکنیم ببینید انتخاب شد در فرمت میایم اینجا چی است این شید کلر همی باشه اوتلاین رنگش چی قسم باشه دیگه میفهم اوتلاین چیش داره باردرش یعنی سرخ باشه حالی که ما این را رن کنم خیسته شده نیست خیسته خب اینجا چی میارم این رکتنگل از ما که خود میفهمی ضرورت نیست که براتون تشریح کنم رکتنگل گرفتم رایت کلیک میکنم سپیشل این دیزاین رکتنگل رو تغییر کنم بس خونم بیخی خسته شد صرف جواب یک دروغ باید که سیتی باشه خب این شما میتونید جانا انستیتوت
ایره که ما رن میکنم نه تایی معلوم نمیشه رایت کلیک میکنم سر از اینجا میام ایمیل دیگه شما لوگو میتونی دیگه و غیره چی کنید مگر این شما باید چی بکنی در توتال مارکس میایم چی کشم فرمول باید در توتال مارکس بیایم یک امتحان است 4 مضمون است از سمت شما ما امتحان میگیرم 4 مضمون امتحان است توتال ما در توتال مارکس باید چند بیایم تمام مضامین جمع میشه نه او آپتین مارکس است کدام مارکس که او میگیره یعنی مطلب از این است که شما اینجا از ما سوال میکنید که از چند نمره باید بگیرم مثلا مثلا شما از 4 مضمون توتال جمع میشه خلاص چی میشه چی جمع میشه 4 مضمون فرمول برای یا میگم 4 مضمون خو اونجا که شما هر چی که گرفتی او آپتین مارک شما چی که گرفتی علی ما که از شما امتحان میگیرم شما از ما پرسان میکنید که توتال چند مارک است 100 است 50 است یک سنی فهمی نمیفهمی چطور شده توتال چند مارکس است یک نفر است امتحان میده توتال مارکس 100 است از 100 او 90 میگیره او 100 توتال مارکس است از توتال مارکس چی گرفته 90 گرفته فهمی است مساوی 400 یعنی مساوی 400 یوشتن آپتین مارکس میکنیم داغه چی جنون لري کنه لري مساوی انگلیش جمع پشتو جمع دری جمع میتس یک پرسنتیج څنګه وایي ساده څو مضمونه څلور مضمونه ده څلور سوه اساس تقسیم د څلور څلور سوه تقسیم څلور کوم د خواري وته څلور سل سنه ورته افسر تیار وسل شما آپتین مارک تقسیم 4 وش پوه شو مساوی 10 مارکس تقسیم 4 حالا ببینم که تایید صحیح شد یا نشد 400 پیش از پیش آمده چرا که 400 به کلگی 400 است اینطور خود نیست که به یک نفر 400 به دیگر کلگی 400 احمد خالد پرسنتیج چی آمد 50 او با از مربوط امو اینستیتوت امو دفتر می باشه که آیا 50% ناکام شود یا کامیاب شود صحیح است علی طور است که شما که در یک جای امتحان میدی او مربوط از اون موضوع می باشه از شما پرسان میکنه که چطور برای شما چی میکنه که 70% باید بگیری 70% اینجا کامیاب است اگر از 70% کم بود ناکام است او مربوط هر اینستیتوت می باشه صحیح است دیگه میایم دیگه ریکارد هنا شما این چیز جور کردی دیگه کل جور درست کنید نمرات شاگرده را درست کنید جمال خالد 100 39 خلورات اشاره داده پرسنتیج خواه به گرید تکسون فرمولا باید بیایی گرید به گرید تکسون فرمولا باید بیایی خب اف چطور خب اف چطور یعنی اف در کندیشن چی میگه مساوی اف قوس ها ما چطور خب نامش بگیر ولی ما چطور میفهم که شما از اونجا چی میگید خلاص صحیح بشه اگر percentage greater than 90 اگر از 90 کم A grade صحیح است کم اگر percentage زیاد بود از 85 صحیح است خواهد که سرک مشپرینگ لیکاله ده ما رکم بولی که کنم ما تکس او دات مکمل سنگ یا بلد سنگ دالت لیکاله ده اما بلد percentage
percentage greater than 85 اگر ازی زیاد بود B اگر کاف percentage زیاد باشه از 80 کم بکشیم چی است؟ اگر زیاد باشه از 80 کم بکشیم C اگر کاف percentage زیاد باشه از 50 زیاد باشه یا مساوی باشه از 50 کام کوتیشن دی اگر کاس percentage less than 50 کام کوتیشن go to یو دو درې څلور پنځه چیرز نتیجه نداد میبینیم که چطور است خب ساحل خان چرا نتیجه نداد چی میکنید؟ پرسنتیج بعد کلام شده نه اون مثلا نیست یا منت percentage حرف کلام خود میچینه تا خب صحیح کنه ولی نتیجه نمیکنه باش یک نفر چه شد سبب بود برای ردی خود ایوش در گو تو هل نه هغه په هغه کې مغلط کړي سپیل کې ښه اگر پرسنټیج زیات باشه از 90 کم اگر پرسنټیج زیات باشه از اف اگر پرسنټیج زیاد باشه سی اف اگر پرسنټیج کم باشه کنه یاره خو تاسو واضح خلي نیولې دي سړی ګوري چې کومې غلطي ده اوس د راځم او چې ریکارډ واچوم سلیم خان 12 نن می چټي مازغه درلود یاره کار نه کوي زیاد بود از 50 پاس اگر پرسنتیج کم بود 50 فیل صحیح ده نور ټول ما رقم ده ښه وګورئ کوم دي مثلا مشکل نه جوړوي ټول ما رقم ده په دې کې بیا نور کارونه هم دي د چیزای بازیگاست که کدام نفر که فیصدی کم باشه او خودش در رنگ سرخ نشان میده این یک وارنینگ است صحیح است و کدام نفر که نمرهش خوب باشه برای از او هم یک رنگی انتخاب میشه که بفهمه که ما کامیاب هستیم صحیح نو دا آستا آستا امروز تنها شما میفهمید که چی قسم دیزاین میشه و چی قسم دمی فرمولا داده میشه و در تکست باکس وقتی که در فارم یک تکست باکس اد نباشه و چطور میاری این رو شما رجعت کنید دیگه کدام فرمولا که شما در اکسل خواندی یا در کویری خواندی اما کلش تیبل جور کنی و اینجا بیارش اما کلش اینجا اپلایش کنی جور میشه صحیح کوم سوال پرابلم بفرمایید